خبرهای نوی تاجیکستان جهان را برای روز 19 سپتامبر نشر میکنیم. درود بیننده عزیز. برنامه با طور مستقیم از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. لطفاً دوام 15 دقیقه اخبار آزادی را تماشا کنید. شروع میکنیم از سرخط گزارش‌های برنامه. وکیلان دومه دولتی روسیه پیشنهاد دارند که مهاجران کاری به کودک و همسران به روسیه آیند و با ختم کار از این کشور فوراً بیرون شوند. لغو نظام پتنتی برای مهاجران پیشنهادی خوب است. باید در این باره فکر کنیم. دونالد ترامپ گفت می‌خواهد پایگاه نظامی بگرام را از دست طالبان در افغانستان بگیرد چون آن را چین استفاده می‌کند. شما می‌دانید آن در فاصله 1 ساعت تا مکان جایگیر است که آنجا چین سلاح‌های هسته‌ای استحصال می‌کند. دادگاه ناحیه مرغاب یک ساکنه ناحیه را برای لایک گذاشتن به مطلب تنقیدی در فیسبوک جریمه کرده است. روز پنجشنبه 18 سپتامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رهبران جناح‌های پیروز در انتخابات میان دوره این کشور مسئله مهاجرت کاری را بحث کرد. مشکل مهاجرت از مسئله‌های مبرم در این انتخابات و اصلا در برنامه‌های سیاسی دولت، پارلمان و گروه‌های سیاسی روسیه می‌باشد. همکارم میرزا خالقزاد این نشست را پیگیری کرده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ملاقاتش با سران جناح‌های دومه دولتی گفت مسئله لغو پتنت برای مهاجران کاری باید بررسی شود. لغو نظام پتنتی برای مهاجران پیشنهادی خوب است. باید در این باره فکر کنیم. آن زیاد استفاده می شود و من چیزی را استثنا نمی کنم. به قول پوتین مهاجرت کاری از ساحه‌های حساس در روسیه به شمار می رود و مقامات مرکزی و محل‌ها نباید آن را نادیده گیرند. این سخنان پوتین جواب به سرگئی میرانوف رهبر یکی از جناح‌های دومه دولتی پلات پایانی پارلمانتی روسیه است که لغو پتنت به مهاجران را مطرح کرد. در ملاقات بخشیده به نتیجه گیری از انتخابات میان دوره روسیه میرانوف پیشنهاد کرد نظام پتنتی بیکار شده به روسیه مهاجران را تنها توسط سهمیه و یا کوتاهای کاری راه دهند. میرانوف با مخالفت شدیدش به حضور مهاجران کاری نام برآورده است. آماری رسمی وجود دارد که فقط 28% مهاجران برای کار به روسیه می آیند. دیگران برای چی می آیند؟ باز عائله‌هایشان را به اینجا می آورند. تحصیل در مکتب‌ها را هم مشکل می کنند. ما پیشنهاد می کنیم که اگر کدامی از مهاجران جنایت صادر کرد، او باید در نزد قانون جواب دهد و تمام عائله و اولادش فوراً از روسیه اخراج گردد. جوابگری دسته‌جمعی بگذار برای عملکرد نزدیکانشان جواب دهند. پتنت کاری مهاجران سندی رسمی بوده به مهاجرانی که به روسیه بدون روادید می آیند امکان قانونی کار را فراهم می آورد. به قول مقامداران روس پتنت برای نظارت موج مهاجرت و تأمین حقوق مهاجران ضرور است. در مسکو نرخ پتنت به 8900 روبل روسی برابر است. درآمد از پتنت در سراسر روسیه صدها میلیون دلار تشکیل می دهد. 20 مارس سال روان پوتین فرمان داد که در صورت اجرای بعضی طلبات و از جمله سپردن ازد انگشت، تشخیص طبی و نرکولوژی و نداشتن بیماری‌های گذرنده مهاجران از گرفتن پتنت کاری آزاد شوند. قبل از آن حکومت روسیه پیشنهاد کرده بود که نظام دعوت به کار خارجیان تغییر یافته ورود آزاد مهاجران کاری به روسیه منع گردد. همچنان پیشنهاد میشد که کاردهنده خراجات آوردن مهاجران را بر عهده گیرد و در حال اخراج مهاجر باید پولی برای معاینه و تعلیم و تأمین کاری او خرج شده را جبران کند. ماه ایولی سال روان حکومت روسیه امتحان زبان روسی برای مهاجران داوطلب پتنت یا خود پروانه کار و همچنان حق اقامت دائمی در این کشور را از حساب داخل نمودن بخش صحبت و فهمیش گفتار روسی دشوارتر کرد. مقامات روسیه گفته بودند که بیش از 700,000 مهاجر در این کشور سند درست برای حضور در این کشور را ندارند و اگر تا 10 سپتامبر سندهایشان از نو تهیه نشوند از کشور اخراج می شوند. آنگونه که انتظار می رفت پس از به انجام رسیدن مهلت قانونیگردانی مهاجران در روز 10 سپتامبر مقامات روسیه بر ریدهای سرتاسری پر از خشونت دست زدند.
در عین زمان مقامات روسیه ظاهراً برای به دست آوردن سرمایه سیاسی و دلگرم نمودن مهاجران کاری از اوکراین و مولداوا آنها را از بعضی پرداخت‌های مربوط با بود و باش در روسیه و حق کار در این کشور آزاد کردند. روسیه مکان اصلی جستجوی کار و درآمد برای صدها هزار شهروند بیکار تاجیکستان است. حالا روسیه فشار و محدودیت به مهاجران را افزایش داده است و دیگر این کشور مکان امن برای مهاجران دانسته نمی شود. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت کشورش تلاش دارد پایگاه هوایی بگرام را از دست طالبان حاکم در افغانستان بازپس گیرد، چون این گروه تندرو به یاری ایالات متحده آمریکا محتاج است و چین می تواند از آن برای برنامه‌های هسته‌ایش استفاده کند. این پایگاه دوام 20 سال تا سال 2021 در اختیار نظامیان آمریکایی قرار داشت. پس از آنکه آمریکا افغانستان را ترک کرد، طالبان سر قدرت آمدند و بگرام را با سلاح و مهمات جنگی از خود کردند. همکارم خیرامان بقازاده گزارش می‌دهد. این پایگاه نظامی است که 20 سال در اختیار نظامیان آمریکایی بود و حالا آن را طالبان استفاده می‌کنند. این هم تمرین نظامی طالبان با سلاح و مهماتی است که آمریکایی‌ها نتوانستند در سال 2021 با خود برند. پس از 4 سال دوباره دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در سفرش به لندن از بگرام یادآور شد. ما می‌خواستیم که افغانستان را ترک کنیم و این کار را نیرومندانه و با شرفانه انجام دادیم، ولی بگرام پایگاه عظیم‌ترین هوایی را که در جهان بزرگترین دانسته می‌شود در عوض هیچ چیز در اختیار آنها واگذاشتیم. یک سبب این که ما این پایگاه را می‌خواهیم بازپس بگیریم این است که شما می‌دانید آن در فاصله 1 ساعت تا مکان جایگیر است که آنجا چین سلاح‌های هسته‌ای استحصال می‌کند. ترامپ از این پیش ماه می هم درباره پایگاه هوایی بگرام صحبت کرده، گفته بود که آن در 40 کیلومتری کابل جایگیر بوده از جانب چین اشغال شده است. عین حال نه خود ترامپ و نه دیگر مقامات آمریکایی مشخصا نگفتند که امکان بازگردانی پایگاه چی معنا دارد و آیا در این زمینه کدام گفتگوهای جریان دارند یا نه. در اولین واکنششان به اظهارات ترامپ هم مقامات طالبان و هم چین سخنهای او را رد کردند. طالبان که بعد برگشتنشان به قدرت در افغانستان در سال 2021 با مشکلات زیاد مثل آفت‌های طبیعی، فقر، حمله‌های تروریستی دست به گریبانند، به کمک‌های جهانی احتیاج زیاد دارند، ولی تا حال تنها روسیه با این حکومت در کابل رابطه‌های دیپلماتی برقرار کرده است. کشورهای غربی میگویند در این کشور پیش از همه باید مسائل حقوق بشر به خصوص مقام زنان و دختران بهبود یابد. بگرام سالهای 1950 از جانب حکومت شوروی ساخته شد و سالهای 1980 از مهمترین پایگاه‌های ارتش اتحاد شوروی به شمار می رفت که به خاک افغانستان تجاوز کرده بود. بعد بیرونروی نیروهای شوروی از افغانستان در سال 1989 آنجا نظامیان این کشور جایگیر شدند و در دوره عملیات بین‌المللی ضد تروریستی بعد سال 2001 این پایگاه را اساساً نیروهای زیر رهبری ایالات متحده آمریکا زیر نظارت گرفتند. چند هفته پیش از بیرون شدن نیروهای آمریکایی در تابستان سال 2021 آن به دست مقامات این کشور و در نتیجه به دست طالبان گذشت. از این پایگاه در دوره اوج حضور نیروهای ائتلافی در افغانستان بیش از 100,000 سرباز آمریکایی گذشته است. ترامپ در مرحله اول رهبریش در ایالات متحده آمریکا از ترک افغانستان کردن نظامیان آمریکایی خبر داد، ولی در اصل جریان بیرونکشی نیروها در عهد پرزیدنت جو بایدن عملی شد و در شرایط بسیار بی‌نظم و بی‌بند و بار صورت گرفت که اینچنین باعث مرگ 13 نظامی آمریکایی هم گردید. دادگاه ناحیه مرغاب یک ساکن ناحیه را برای گذاشتن لایک یا پیسندیدن یک نوشته در صفحه پامیر اینساید در فیسبوک چند هزار سومانی جریمه بسته است. در قرار دادگاه که در اختیار رادیو آزادی نیز هست آمده است که فرهاد بیکفی 47 ساله با شرکت در فعالیت اتحادیه‌ها و تشکیلات‌های جمعیتی و دینی فعالیتشان منع است گناهکار دانسته شد. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و پیش از برنامه در صحبت با او فرهاد بیکف را برای آن به جوابگاری ماموری کشیدند که روز 10 سپتامبر یک نوشته صفحه پامیر اینساید را
معقول دانسته است و مضمون نوشته را که روز 9 سپتامبر به مناسبت روز استقلال تاجیکستان گذاشتند در قرار دادگاه چنین ترجمه کردند از زبان روسی هست و با چنین مضمون: 34 سال پیش مملکت ما تصادفاً استقلال به دست آورد. ما اختلافات داخلی جنگ شهروندی را پس سر کردیم و امروز در شرایط زندگی داریم که وطن در دست یک عائله است. اما با وجود همه اختلاف و درد و بی‌عدالتی ها تاجیکستان وطن ما باقی میماند. ما باوری داریم روز فرا میرسد که حقیقتاً آزاد شده استقلال حقیقی به دست می آورد، خانه عمومی همه شهروندان می شود. به قول دادرس این نوشته تحقیرآمیز و با مقصد تحقیر و پس زدن مقامات دولتی در تاجیکستان است و با وجود آوردن ناباوری در میان جامعه است و لایک گذاشتن فرهاد بیکوف زیر آن به معنی طرفداری از پامیر اینساید است که در تاجیکستان فعالیت آن را منع کردند. پامیر اینساید که یک رسانه اینترنتی است، اساساً تحولات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و پیامدهای ناآرامی‌های سالهای 2021-2022 و به خصوص تظاهرات آلوده به خونریزی در خاروق و روشان را انعکاس می‌کند. با گفته دادرس از بس که پامیر اینساید طبق ترتیب مقرر نموده قانونگذاری تاجیکستان به قید گرفتن نشده است، عملکرد فرهاد بیکوف قانونشکنی مأموری به حساب می‌رود. آنچه که در این قرار جلب توجه می‌کند این است که فرهاد بیکوف زیر نوشته روز 10 سپتامبر لایک گذاشته است و او را روز بعد یعنی 11 سپتامبر محاکمه کردند. نظر خود گمانبر به قانونشکنی معلوم نیست، ولی در قرار دادگاه آمده است که فرهاد بیکوف به گناه خود اقرار شد و از کردش صدقاً پشیمان است. بر اساس قرار اکنون فرهاد بیکوف باید به فایده دولت 5250 سومانی یا بیشتر از $500 جریمه بپردازد. اما قرار دادگاه هنوز حکم اعتبار نگرفته است و تا روز 21 سپتامبر او حق دارد به دادگاه بالایی شکایت برد. سوالی دیگر از همکارم درباره خود جزا برای لایک بود. صدها کس را پس پنجره برد و بهار امسال آن را از کدکس جنایی تاجیکستان برداشتند. شاید فرهاد بیکوف از اولین کسانی است که برای لایک گذاشتن زیر نوشته‌های مخالفان دولت یا رسانه‌های آنها که تندگرا اعلان و منع شدند به جوابگری مأموری کشیده و جریمه می شود. تا ماه می امسال در تاجیکستان برای این کار به جوابگری جنایی می کشیدند. سال 2018 بر اساس قانون در تاجیکستان برای درست شماریدن یا توجیه افراطگرایی و یا تروریسم و یا به قول مقامات انتظامی سفیدکنی عمومی تروریسم طریق شبکه اینترنت جزای سخت تعیین شد و بیشتر از 1,500 نفر را برای لایک و یا پنگ کردن نواری و نوشته‌های دارای محتوای افراطگرایی پس پنجره فرستادند. بعد از تنقید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سوء استفاده این بند کدکس جنایی، پارلمان این بند کدکس را از بین برداشت، ولی آنهایی که بر اساس بند مذکور جزا گرفتند همچنان در زندان هستند. تعدادی هم برای آن پس پنجره رفتند که نوشته‌های مخالفان دولت از پیمان ملی تاجیکستان، حزب ممنوع نهضت اسلامی و اصلاح نت را و دیگران فرستادند یا لایک گذاشتند. سازمان‌های بین‌المللی و حامیان حقوق هم پیوسته حکومت تاجیکستان را برای این کار و محدود کردن آزادی سخن یا حقوق مذهبی تنقید کرده و خواستند که به این کارش پایان بدهد. تشکر از همکارم طاهری سفر که درباره مجازات مأموری شهروند تاجیکستان برای گذاشتن لایک معلومات داد. اگر شما هم در این باره نظری دارید به صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نویسید. به افتخار 80 سالگی شادروان شاعر خلقی تاجیکستان گلنظر کلدی که مؤلف سرود ملی می باشد در دوشنبه و ولایت سوق مراسم‌های جشنی برپا می‌کردند. قرار است روز 20 سپتامبر به افتخار این سند در زادگاه شاعر ناحیه عینی ولایت سوق با اشتراک ادیبان تاجیک مراسم یادبود برپا شود. تا آن زمان چندین مراسم در شهر دوشنبه و هم مرکز ناحیه عینی برپا گردید. سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. در سامانه آزادی آرگ و در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس خبرهای بیشتری ما را با عکس و ویدیو پیدا میکنید. با رادیوی آزادی بمانید و هر خبری که پیدا کردید به ما بفرستید، پیگیری میکنیم. اگر واقعیت داشت نشر مینماییم. خدا نگهدار شما باد.